اگر چندین سال گناه کردی، زنا کردی، نماز را ترک کردی، از فرمان خدا سرپیچی کردی، تا وقتی که جان در بدن است بیا تو پیشگاه خدا ناله بکن. خوب که گناه کردی، زیاد گناه کردی، لذت را چشیدی، از فرمان معبود سرپیچی کردی، بیا اکنون تو پیشگاه خدا ناله بکن، توبه بکن، اشک بریز، بگو خدایا چقدر من به عقل بودم، چقدر گمراه بودم، چقدر جاهل بودم، فرمان تو را اجرا نکردم. امروز به درگاه تو آمدم، وقتی که زنده هستی، جان در بدن داری، هر قدر گناه کردی، 10 و 15 و 20 و 30 و 40 و 50 و 60، هر قدر گناه کردی، 60 سال گناه کردی، برای 60 سال گناهی تو یک توبه کفایه میکند. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. کل گناه کردی، خدا میگه از رحمت من ناامید نشو بنده جان، بیا به درگاه من توبه بکن، من از گناه های تو هیچ مضرت نمیبینم. تو یک کتاب نگاه کردیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم به صحابگانش حکایت را از زمان بنی اسرائیل میکنند. یک زنی که فرزندش را گم کرده بود، هر کودکی را میدید پستانش در دهان میموند و به آنها شیر میداد تا اینکه شیر او اسراف میشود. وقتی که فرزندش را یافت چقدر خوشحال میشه. وقتی که تو فرزندت را گم کردی، وقتی پیداش میکنی بعد از چند سالی خوب، چند ماهی، چند ساعتی که هم باشد، 1 دقیقه چقدر مشکل است، وقتی میابی چقدر خوشحال میشه. صحابگان اشک از چشمانشان جاری شد. وقتی رسول الله گفت اون مادر فرزندش را یافت، رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به اصحاب کردند و گفتند آیا همین مادری که نو فرزندش را یافته است میتواند که در درون تنور یا در درون آتش بیفکند؟ صحابگان فغان کردند یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، چگونه مادر میتواند که فرزندی که چقدر گم کرده بود، خب فرزند را کی میتواند، قلبی کی میشود که فرزند را آزار بده؟ چگونه اون مادر میتواند که فرزندش را در آتش بسوزاند، در درون تنور بیفکند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به اصحاب کردند و گفتند پس چگونه خداوند که مهربانتر از مادر و پدر است میتواند عبد خود در آتش بسوزاند؟ پیشانی تا میبوسم، گناه کردم، کل گناهگار است، بیا تو پیشگاه خدا اشک بریز، توبه بکن، ناله بکن، توی شبهای تار بخیز. خدا میگه ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خدا چقدر توبه کارا را دوست میداره. یک بار نظر کن، امروز مردم ما کلی دور شدن از شریعت اسلام، کلی دور شدن دیگه، فقط و فقط رو به شبکه های اجتماعی میارن دیگه. قرآن فراموش شده،